قاتل پدر تو را قهرمان ملی بگوید، تو را شب خواب میبره؟ یا قاتل فرزند تو را قهرمان ملی بگوید، تو را شب خواب میبره؟ یا هم امی سوال از یک خانم میکنه، شوهرش هلاک ساختن در درخت ویزان ساختن، قاتل شوهر از او را 24 ساعت عکس از او را، عکس قاتل شوهرش در پیشوریش این تو میکنه میگه قهرمان ملی. یا عکس قاتل از او یتیم بچه‌ای که پدرش پیشوری چشمش حلال کردن، عکس قاتل از او را رقمی میکنه میگه این قهرمان ملی. او را خواب میبره؟ این قابل بخشش نیست. هر کی را دردی نسبت باید و مسابقه یک انسان نباید یک جنایتکار پیشوری یک مظلوم هر لحظه به چشمش بکشیم که ما این کار کردیم. حالا سیکو آقای نس قانونی میگه با وجود از که پشیمان نیستن، میگه هزارها بغاوت کردن مقابل حکومت اسلامی برهان الدین ربانی، بغاوت کردن و سزای بغاوت در اسلام سرکوب است و ما سرکوبش کردیم. یعنی چی؟ نمی مسائل مایت نفهمیدم. نوبتی ماست؟ بله نوبتی ماست؟ بله برادر هر کسی را که دردی رسد گوید وای تو این لذت تو نچشیده، این لذت هم چشیده. ما برای دلایف قبلی گفتم که همی آقای عبدالعلی مزاری ما را به ناموسی و تاوالا و کولیگه برای گفتم در زمانی همی خدا خراب شده امریکا که آمد امو را به سری ما نشانی هزارگی جای داد و در سری ما شهید وحدت ملی نام گرفت. اگر زمانی برادر اگر آمد، اگر میخوای تو آدم حقیقت ها را بیان بکنی برادر عزیز، بعد از شهادتی دکتر صاحب نجیب کدام زیاد برادر در شیر شوشتگی سه قابل عبادت است؟ اگر تو برادر خود سرباز افغانستان نگیری، برادر تو بوری از گلبدین حکمتیار دفاع کنی و ما بیاییم از مزاری دفاع کنیم، یکی دیگه از رمشگاه محسوب برو عوض بگیر کوزه را بگیر عوض کن. نه یگانه نژادی که از جنایتکارای خود دفاع نمیکنن مثلا ما در 100% پشتونها 99% پشتون آقای گلبدین حکمتیار را دوست ندارن. چند روز پیش مریض شده بود، همه که دعا میکردن میگه کاش که بمیره. ولی یک چیز اینجا فراموش نکنیم که هزارها به خاطر جنایتکارشان که عبدالعلی مزاری جان میدن، تاجیک‌ها به خاطر جنایتکارشان که احمد شاه مسعود است جان میدن، ولی پشتونها برعکس هستند. پشتونها جاتار خود جنایتکار میدن. امیال من یک مورد به ارتباط آقای گلبدین برش لعنت بفرست یا بریم نگران، ولی این شکل یک ماه که بگیریم عکس آقای عبدالعلی مزاری را در بامیان ببر، با وجود از اینکه پیش ما اصلا از خودتان میفهمید که نفرای عبدالعلی مزاری بالای ناموسی هزارها دست انداختن، نه تا روسای را در شب روسی بردن و همراه به بالاشان تجاوز کردن، ولی باز هم اونمور قهرمان میگن، بابا مزاری میگن. چرا یک قدر یعنی علت از این در چیست؟ یگانه چیزی که دمیلا بالای ما که در سوشال میدیا فعالیت میکنم، یگانه ما دفعه میبینی اردان ما همی تعریف امارت اسلامی میبراید. بله یگانه همی که تعریف از این مردم میبراید از بین رفتنی از بین رفتنی همی جزیرهای قدرت است که من بگم خانه تاباد میدیسی یک نفر است. از ما یک معلم غریب بود در لیسه حاج عبدالله انصاری سفید بود. من میگم که فضیز طالبای دوره اول به گونه ناجی بشریت وارد ظاهر شدن. میگم ما نمک نداشتیم، نان نداشتیم، کشته میشدیم، بی‌ناموسی بالای ما میشد، دختر ما چور میشد، فرزند ما چور میشد، گرسنگی بود، قحطی بود، بی‌عزتی بود، کشتار و کشتن بود. میگه اینمی طالبا که دوره اول آمدن ما فکر کنیم که فرشته ها از آسمان آمدن ما رو نجات دادن. از او خاطر بعضی اوقات مجبورن از طالب هم مردم خوشی شاید همون چیزای مثبت یاد بکنن، نجات بدن.